کتاب داستان کوچک تنهایی. چند داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا. مترجم حسین مسعودی آشتیانی. این داستان کارت پستال هایی از ناتالی. از 6 کارت پستال اولی که ناتالی فرستاد فقط 3 تای آنها را دارم. مامان توانسته بود 3 تای دیگر را وقتی مدرسه بودم یا وقتی که برای کار به مغازه یدک فروشی تراکتور می‌رفتم پیدا کند. اولش در مورد آنها نمی‌دانستم، ولی زمانی که فهمید متوجه موضوع شدم ریز ریزشان کرد و گوشه‌ای ریخت تا به موقع آنها را در شومینه خانه آتش بزند. از کار ناتالی خیلی ناراحت و عصبانی بود، ولی وقتی او نبود تنبیه من شاید حالش را خوب می‌کرد. نقشه هم این بود که وقتی مامان برای خوابیدن به اتاقش رفت سراغ باقی مانده های کارت ها بروم. راستش را بخواهید موفق شدم. سراغ سطل آشغالمان رفتم و پیدایشان هم کردم، ولی باقی مانده ها چیزی جز یک سری حروف و کلماتی مثل است و من و نبودند. کاش آنها را نگه داشته بودم و مثل کاراگاه‌های پلیس خرده هایشان را به هم می چسباندم. ولی آن روز فکر خوبی نبود، چون انجامش یعنی این که می خواهم با مامان وارد مبارزه شوم. برای آخرین بار به تکه های کاغذ خوب نگاه کردم. همه را در سطل آشغال ریختم و با خون سردی تمام دستانم را شستم. آن 3 کارت سالم را دقیقاً شبی که مامان در محل کارش بود نجات دادم و میان یک جلد از کتاب زنان کوچک که روزی از دوستی هدیه گرفته بودم پنهان کردم. راستی هیچ وقت این کتاب را نخواندم. اولین کارت برای روزهایی بود که زمان زیادی از رفتن ناتالی نگذشته بود. از اوهایو ارسال شده بود و تصویر روی آن نمایی از تالار مشهور راک اند رول بود. نوشته بود همه چی عالی دوست داشتنیه و درباره این که کیت یک حلقه با نگین لاک پشت برای او دزدیده است گفته بود. او تصویری از یک لاک پشت کشیده بود و با جمله مندی کوچولو مثل همیشه عاشقتم نامه را امضا کرده بود. کارت پستال دوم از کمپ خانوادگی بیگ بند در میشیگان بود. از نوشته‌هایش معلوم بود که مدتی را در آنجا ماندند، چون جایی اشاره کرده بود که با توجه به نداشتن کارت پستال‌های آنجا مجبور شده که برایم 2 کارت شبیه به هم بفرستد. در ادامه هم از توله سگی گفته بود که کنار جاده پیدا کرده بودند. این توله سگی خیلی خوبه، حسابی آموزش دیده. از اینها نیست که بی خودی به مردم توی خیابون واق واق کنه. ولی این کیت بیرحم مدام اذیتش میکنه و بعد هر بهش میخنده. اما مهم اینه که الان شدیم یه خانواده باحال. جمله آخرش ته گلویم را سوزاند، ولی خب ناراحتی نداشت. مهم این بود که ناتالی خوشحال بود. این حسم دقیقاً شبیه حال و هوای مادری نمونه بود. نامه را هم باز با همان امضای قبلی تمام کرده بود.
مندی کوچولو، مثل همیشه عاشقتم. البته این بار یک قلب برایم کشیده بود. قلب را که دیدم حالم بهتر شد. و آخرین کارت نجات یافته از تپه‌های خرس خوابیده از ویسکانسین ارسال شده بود. قبل از خواندن آن چیزی درونم فریاد میزد که اتفاقی افتاده است. ناتالی مثل همیشه کلمات را درشت و مواج نوشته بود، ولی شیوه نوشتن کلمات قدرت همیشگی را نداشت. وقتی شروع به خواندن متن کردم، مامان ناگهان سر و کله‌اش پیدا شد. سریع به حمام رفتم. دوش آب را باز کردم و همراه با صدای شرشر آب شروع به خواندن کردم. کیت یهو غیبش زد، بدون اینکه یک کلمه هم به من بگه. مندی، اون بدترین راهی که میتونست انتخاب کرد. دیشب که از پارتی زدیم بیرون بیهوش افتادم و وقتی چشم هام رو باز کردم خودم رو وسط یه جنگل زیر یه درخت سن و سالدار دیدم. آتیشی که زمانی کنارمون روشن بود خاموش شده بود و اثری از کیت نبود. اون ماشین و طول سگ و کیفم رو برده بود. تا حالا توی عمرم اینقدر یخ نکرده بودم. نمیدونم میخوام چی کار کنم. مریض و ناخوشم. زیر کلمه های مریض و ناخوش خط مواجی کشیده بود و جمله پایانیش هم این بود: عشقم مندی کوچولو، دلم برات تنگ شده. از حمام بیرون آمدم و کارت را کنار بقیه کارت ها گذاشتم. سریع به سوی حمام دویدم تا استفراغ کنم. دلیلش را نمیدانم، ولی تصور این که کیت نامرد او را تنها رها کرده و ناتالی بیچاره ناگهان زیر یک درخت بوگندو پر از جانورهای ریز و درشت چشم باز کرده دلم را به هم ریخته بود. دنیا برایم تبدیل به پوچترین چیزها شد. قسمتی از وجودم میخواست کیت را پیدا کند و در حالی که بلندترین فریادها را سرش میزند با مشت توی صورتش بکوبد. قسمت دیگر نصیحتم میکرد: ببین عزیزم، هرچی بلندتر داد بزنی و هرچی مشتت محکمتر باشه توی اصل موضوع تغییری به وجود نمیاره و هیچ جای دنیا رو هم درست نمیکنه. باعث نمیشه که دیگه مردی رفتاری رو که کیت با ناتالی خواهرت کرد سر زن دیگه ای نیاره. این دو حس هر کدام داشتند من را به دو سوی مختلف میکشندند و حسابی مشغولم کردند. لیوانی آب خوردم و به سمت تلفن رفتم. با محل کارم تماس گرفتم و خبر دادم که از فردا سر کار نمیروم. چون این احتمال را داده بودم که ناتالی به خانه برگردد و مامان هم از سر عصبانیت او را راه ندهد. البته شاید هم اجازه میداد به خانه بیاید، ولی خب حسابی تنبیهش میکرد. از طرف دیگر هم اصلا دوست نداشتم کارت‌های دیگر را از دست بدهم. شام را با مامان جوری خوردم که انگار اتفاق خاصی نیفتاده است و زود به رخت خواب رفتم. در تاریکی اتاق پاهایم را در شکمم جمع کردم و سعی کردم به حال ناتالی هنگام بیدار شدن در جنگل فکر کنم. ولی ذهنم به سمت دیگری رفت. مگر نه اینکه کیت کیف او را دزدیده بود؟ پس ناتالی هزینه خرید کارت و ارسال آن را از کجا آورده بود؟ پس زیاد هم اوضاع بدی نداشت. چند روزی گذشت تا به مامان گفتم که 1 هفته از شغلم را رها کردم. او با کلماتی مثل بی‌عرضه، تنبل و مفتخور از من استقبال کرد. ولی خب صورتش نشان میداد از این موضوع چندان هم ناراضی نیست، چون می توانستم کل روز را دور و بر او باشم و او هم حالا دیگر می توانست تمام کارهایی مثل آشپزی، تمیزکاری حیاط و شستن لباسها را گردن من می اندازد. علاوه بر این می توانستم حدس بزنم پس از فرار ناتالی از خانه تمام ترس مامان این بود که من هم همین کار را بکنم. البته من بدون پول هیچ جا نمی رفتم. بی پولی بدجوری دستم را بسته بود و طبیعی بود نمی توانستم برای ناتالی کاری کنم. فقط منتظر نامه بودم.
روزی به کتابخانه رفتم و با کامپیوتر دنبال عکس‌های تپه‌های خرس خوابیده گشتم. در جستجوی جایی بودم که می‌دانستم ناتالی برای آخرین بار آنجا بود. دلنگرانیم از بازگشت مامان به خانه اجازه نداد زیاد در کتابخانه بمانم. ولی خب تعدادی از عکس‌هایی را که یافته بودم چاپ کردم. یکی از آنها خیلی شبیه به عکس روی کارت پستال سوم بود. به خانه که رسیدم آنها را پشت در اتاقم چسباندم. در تاریکی اتاق به آنها آنقدر خیره شدم تا شاید بتوانم ناتالی را ببینم. به هر چیز جدیدی به سرعت عادت می کنم. این استعدادی است که همیشه داشتم. زندگیم در این چند هفته انتظار کشیدن برای رسیدن کارت ها بود که البته خبری هم نبود. چیزی که به من امید میداد پشت سر هم رسیدن 2 از کارت هایی بود که مامان آتش زده بود و این فاصله زمانی را توجیه می کردند. برای مامان شام درست می کردم و برای اینکه ظهرها به خانه برنگردد ناهارش را بسته‌بندی می کردم تا با خود ببرد. ولی آنقدر باهوش بود که برای سر زدن به من و چک کردن صندوق پستی ناهارش را عمدن جا بگذارد و روزی 3 بار به خانه بیاید. صدای سگ همسایه برایم نشانه‌ای شده بود از آمدن پستچی و این یعنی باید از پشت پنجره به بیرون سرک می کشیدم. به دنبال پیشنهادهای کار در منزل هم بودم ولی خب هیچ کدامشان چنگی به دل نمی زدند. در این روزها بود که مارک در حالت مستی تماس گرفت و از دست به سر کردن من قبل از سربازی رفتنش عذرخواهی کرد. یک بار دیگر هم کتی دوست ناتالی از کالج تلفن زد تا از احوال او با خبر شود. مامان با بی‌حوصلگی پاسخ داد که از او بیخبر است و قبل از اینکه چیزی به کتی بگویم تلفن را قطع کرد. در حال رفت و رو به برگ‌هایی بودم که کف حیاط ریخته بودند. خستگی باعث شد ادامه کار برایم سخت شود. همه را گوشه‌ای جمع کردم تا شاید باد آنها را به پشت خانه ببرد. انتظارم این بود که مامان بابت این سهلنگاری سرم فریاد بکشد، ولی این کار را نکرد. روی تراس نشسته بود و به حیاط زل زده بود. کنارش نشستم تا با هم سیگار بکشیم. گفت قشنگه نه؟ درست به قشنگی اون عکس هایی که روی اون کارت پستال های لعنتیه. این اولین بار پس از پاره کردن کارت پستال ها بود که داشتیم این موضوع رو به روی یکدیگر می آوردیم. ماندم که چه بگویم. با نظرش در مورد جایی که بودیم موافق نبودم. اطمینان داشتم اگر ناتالی اینجا بود می گفت مامان جان اینجا اصلاً هم قشنگ نیست و جنگل‌های کاج، ساحل دریاچه و خیلی از اینجا بهترن. اما در مورد تپه‌های خرس خوابیده باهات موافقم.
اونجا اونقدر سرد و دور افتاده است که هیچ برگی نمیتونه خوشگلش کنه. مامان ادامه داد: کاش روی کارت ها یه آدرس فرستنده هم بود. اون وقت میتونستیم برای اون دختری ولگرد عکس اینجا رو بفرستیم تا یادش بیفته جایی که زندگی میکرد از همه جا قشنگتره. من هم آرزویم همین بود، ولی خب نباید از آن حرفی میزدم. رفتارهای مامان داشت کم کم عوض میشد، ولی نمیتوانستم مامانی را که قبلاً به هر بهانه و سر هر چیز کوچکی با ناتالی جدل میکرد فراموش کنم. سر شوق آمده بود و داشت از خاطرات دوران کودکیم میگفت، ولی این تغییر رفتارش هم سبب نشد تا کارت پستال جدیدی را که به دستم رسیده است نشانش دهم. از اوهایو آمده بود و عکس روی آن نمایی از پلی سرخ رنگ بود که زیر آن نوشته بود: با احترام از تروی. مبدأ کارت به من فهماند که ناتالی به این زودی ها قصد برگشتن ندارد. او نوشته بود: سلام مندی، با یه دختر خیلی با کلاس و تر و تمیز آشنا شدم که موهاش را عروسکی میوافه و ژاکتی تنشه که خودش بافته. اون رو هم دوست پسرش قال گذاشته و حالا چند وقتیه که با هم همسفریم. اون خیلی وقته که توی جاده است و راه و چاه رو خوب بلده. حدس میزنم داریم به سمت غرب میریم. دلم برات تنگ شده مندی کوچولو. ناتالی عزیزت، راستی اسم دختره بته. نام خیلی باعث خوشحالیم شد، چون مسیر نشان میداد که ناتالی در حال برگشتن به خانه است. چقدر ظاهر بت شبیه به آن دخترهایی بود که ناتالی همیشه دوست داشت با آنها معاشرت کند. آدمهایی که از جمع فراری‌اند و برای خودشان زندگی می‌کنند. شاید ناتالی با این نوع نامه نوشتنش به من پیام داده بود که به سمت کالیفرنیا در حال حرکت است، تا من هم برای دیدن و رسیدن به او حرکت کنم. شاید یک سگ دیگر سر راه پیدا کرده باشد. مامان یک دوست پسر جدید پیدا کرده بود که همکار بودند. خوشبختانه از کارکنان حفاظت محل کارش نبود. از او بدم نمی آمد و حداقل این اخلاق خوب را داشت که بی خودی مراقب چیزی نباشد. روز اول که به خانه ما آمد، دستش را به نشانه دست دادن جلو آورد و گفت: تو باید آماندا باشی. و مانند کونتس ها با حفظ فاصله دست داد و ادامه داد: من هم گرگ هستم. معلوم بود کاپشن ورزشی که به تن داشت لباس همیشگیش نیست. تیپش خیلی مرا یاد عکس قدیمی انداخت که از پدر داشتیم. آن شب وقتی مامان به خانه برگشت تعجب نکردم. مامان و گرگ هیچ وقت در خانه ما با هم وقت نمی گذراندند و گرگ تنها یک شب در هفته مهمانمان بود. پختن شام را در این شبها من به عهده می گرفتم. رفتار گرگ با من آنقدر بزرگ منشانه بود که سبب شد احوالاتم کمی بهتر و علاقه ام به او بیشتر شود. علاوه بر همه اینها مامان هم آرامش بیشتری یافته بود و گونه‌ای با من رفتار می کرد که انگار دختر بالغی بودم. شبی غذایی را که مامان پخته بود به همراه یک دسر حسابی خوردیم. مامان یک شیشه مشروب باز کرد و یک لیوان برای گرگ، یکی برای خودش و یکی دیگر هم برای من ریخت. از آنجا بلند شدم و شروع به تمیز کردن بشقاب‌ها کردم. به لیوان شراب اشاره‌ای کرد و گفت: بشین دختر، وقت زیاده، عجله‌ای برای این کار نیست. من هم روی صندلی نشستم و مشروب رو کمی مزه کردم. مزه‌اش شبیه به چیزهایی نبود که قبلا نوشیده بودم، ولی حال خوشی به من داد. مامان داشت جور دیگری با من رفتار می کرد و این نکته مزه نوشیدنی را خیلی دلچسب در کرد. وزش باد داشت پنجره را تکان می داد و این نشانه آمدن زمستان بود. گرگ گفت: زمستون امسال خیلی زود سر و کله‌اش پیدا شده و بعد جوری به مامان نگاه کرد که انگار قبلا در این مورد حرف زده بودن. مامان گفت: آره،
اون دیگه دختر بزرگی شده و میتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. گرگ ادامه داد: منم خیالم راحته و میدونم بلد جای خوبی برای خودش تو این شبها پیدا کنه. بعد مامان آه بلندی کشید و جرعه‌ای از مشروب را نوشید. جوئنای عزیزم، تو دیگه نباید اینقدر نگران باشی. دختر زبر و زرنگی داری. ببین آماندا رو، هم دختر جذابی و هم باهوشه. تازه 2 سال هم از اون کوچیکتره. نگاه خیره‌ای به چشمانم کرد. نگاهش طوری بود که با خود اندیشیدم حالاست که مامان از سر حسادت یک داد و بیداد راه بیاندازد و هر دوی ما را بیرون کند. ولی اعتمادش به گرگ در حدی بود که اصلاً به روی خودش نیاورد. مامان در حالی که داشت دستم را نوازش می‌کرد گفت: آماندا همیشه خدا دختر معقولی بود. خوب میدونی هیچ وقت بچه‌هام رو با هم مقایسه نکردم. ولی بذار این دفعه این کار رو بکنم. مندی عزیزم، تو از همون اولش هم مسئولیت پذیر بودی، ولی اون ناتالی بیشرم همیشه بیشرم بود. از اینکه داشت در مورد ناتالی از فعل گذشته استفاده می کرد اصلاً خوشم نیومد، ولی باز هم هیچ نگفتم. اما گرگ، خوشم اومد که آدم شناسی. آره، جفتشون دخترهای زبلی هستن. توی این مورد خدا رو شکر به من رفتن. هر دوشون توی مدرسه بهترین بودن و الانم مطمئنم که بلدن از خودشون مراقبت کنن. از این یه مورد خیلی مطمئنم. دیگر موقعش بود که چیزی بگویم. اون اوایل که پدر ولمون کرد و رفت، یه روز مامان یادم داد که چطوری با چوب و خاشاک آتیش درست کنم. به هم یه چنگک کوچیک داد و وسط ماجرا رهام کرد. دوتاییشون، مامان و ناتالی رو میگم، جوری برام فضا سازی کردن که انگار من مسئول جونشون هستم و اگه نتونم آتیش رو روشن کنم ستاییمون از سرما میمیریم. این ماجرا برای سالها قبل از این بود که از دل و جونم بفهمم همیشه باید خودم کاری کنم تا بتونم زنده بمونم و راحت زندگی کنم. مامان لبخندی زد و لیوانش را دوباره پر کرد. ما روی اون مردک بی‌مسئولیت رو کم کردیم مگه نه؟ مردی که خیال میکرد با رفتنش از هم میپاشیم، ولی با همدیگه همه چی رو به راه کردیم. گرگ گفت: باید خیلی سختی کشیده باشین نه؟ مامان جواب داد: اون موقع ها همه ی آدم های دور و برمون فکر میکردن اینجوری زندگی کردن سخت ترین کار دنیاست. آمار طلاق و مادرهای مجرد روز به روز بالا میرفت و تیتر 1 خبرها بود. پیرزنها توی خیابون جور خاصی به من نگاه میکردن و سرشون رو تکون میدادن. البته اینم بگم که مردها دیگه دستم رو پس نمیزدن و چشمشون دنبالم بود. لیوان را با کرختی روی زمین گذاشت و ادامه داد: ولی چاره ای نبود. گرگ که انگار داشت در سریال تلویزیونی نقش بازی میکرد گفت: جوئنا، خودت رو اینقدر اذیت نکن. ناتالی حالش خوبه. مطمئنم که همینه. و یک مرتبه انگار به مامان الهامی شده باشد ادامه داد: ببین، ما ناتالی رو حتما بهار میبینیمش. با هر دوتاتون شرط میبندم و همون روزها ناراحت و ناخوش برمیگرده پیش خودم. با شنیدن کلمات ناراحت و ناخوش یاد نامه 3 ناتالی افتادم، ولی باز هم چیزی نگفتم. خوب میدانستم که ناتالی را در بهار نخواهیم دید. کارت بعدی هنوز نیامده بود که اولین برف زمستانی بارید. ناتالی در منطقه بوفالو بود، ولی در نوشته‌اش در مورد آنجا زیاد توضیح نداده بود. اینجور نوشته بود: یک دختری به اسم تمی همسفرمون شده، مدت زیادی تو نیویورک زندگی کرده، ولی خب اونم مثل من طاقتش تاق شده و از خونه زده بیرون. به فلوریدا که رسیدیم میخواست برای خودش خونه بگیره، ولی نظرش عوض شد و خواست که با ما به سمت غرب بیاد. توی راه یه بچه پیدا کردیم که گم شده بود. یه پسر سیاه پوست تقریباً 2 ساله که فقط یه شورت پاش بود. خواستم کمکش کنم، ولی عین چی فرار کرد. اینقدر سریع دوید که باور نکردم 2 سالش باشه.
بت میگفت توی این منطقه پدر و مادرها بچه هاشون رو ول میکنن سر راه و میرن، دیگه کاری ازمون بر نمی اومد. بت وقتی اون رو دید خیلی به هم ریخت. انتهای نامه را خیلی فشرده و در هم نوشته بود. معلوم بود قصد داشت تمام حرفهایش را در همین یک کارت بزند. همیشه عاشقتم. مندی کوچولویش تا قسمت مخصوص آدرس آمده بود. کارت رو برگرداندم و به عکس روی آن نگاه کردم. قایقی بود روی رودخانه میسیسیپی. در نامه به این مورد اشاره نشده بود که هنگام باریدن برف کجا پناه می‌گیرد. ولی فکر کنم اگر در این قایق بوده باشند برف خیسشان نکرده است. مگر نه؟ برای ناتالی هم کادوی کریسمس خریدم. یک جفت دستکش بنفش که نقش 2 لاک پشت سبز روی آن بود. با یک بسته شکلات بزرگ. 3 دانه برگ را نیز که قبلا از حیاط برداشته و برای این روزها نگه داشته بودم، بسته بندی کردم و کنار بقیه گذاشتم. یکی از برگ ها قرمز، آن یکی نارنجی و آخری هم زرد رنگ بود که میشد رگه هایی از رنگ سبز هم میان آن دید. همه را به هم بستم و زیر تختم درون چمدان گذاشتم. صبح کریسمس را من و مامان 2 نفری جشن گرفتیم. گرگ با خواهر و خواهرزاده هایش بود و قول داده بود که برای شام با ما باشد. چون قدی بلند داشت برای تزیین درخت کریسمس کلی کمکمان کرد. پس فقط 2 کادو زیر تخت کریسمس بود. مامان برای من دستکش مشکی و چرمی گرفته بود که درونش پشمی بود. به ظاهرش که نگاه می‌کردی انگار برای دستم کوچک بود، ولی وقتی آن را به دست کردم فهمیدم جنسش از این کشی هاست. یک جفت بوت هم خریده بود که از جعبه‌اش مشخص بود از یک دست دوم فروشی خریده است، ولی اگر صادقانه بگویم ظاهرش این را نشان نمیداد. 3مین هدیه هم یک کیف پول با نقش پرنده بود. خیلی دوستشون دارم مامان. با این جمله دوباره دستم را درون دستکش کردم. ممنونم. مامان بغلم کرد و گفت منم ازت ممنونم عزیز دلم. میدونم از روزی که ناتالی رفته با دیوونه بازی هم خیلی اذیتت کردم. مامان، ناتالی از حرفهایی که بهت میزد منظوری نداشت، مطمئنم. سری تکان داد و گفت رفتارهای من با تو اصلاً حقت نبود مندی. تو مثل صخره محکمی. نمیدونم
بی تو باید چه کار می کردم؟ برای چند لحظه من را به خودش چسباند و گفت ولی میدونم اگه روزی من رو ترک کنی به نام نوشتنهات ادامه میدی و از خودت بیخبرم نمیذاری. میشد حدس زد که دارد به تمام کارت پستال‌هایی اشاره میکند که این چند وقت از او پنهان کردم. میدانستم جایشان حسابی امن است. نگاه سرد همیشگیش دوباره به چشمانم برگشت. او زیاد تغییر نکرده بود. کارت بعدی که از ناتالی رسید خیالم راحت شد که نگرانیم از برف زمستانی بیهوده بوده است. او دختر بسیار باهوشی بود و فصل سرما را به تگزاس رفته بود تا در ساحل آن گردش کند. این بار عکس یک لاک‌پشت دریایی روی کارت بود. با خودم فکر کردم که ناتالی وقتی حیوان محبوبشان را دیده چقدر سر حال آمده است. باز هم نامه را در هم و فشرده نوشته بود. میشد حدس زد که حرفهای زیادی برای گفتن داشته است. بالاخره یه پسر از اون باحالهاش رو توی راه دیدم. همجنسگراست. اسمش آلخاندروه. میگه با 30 نفر از دوستهاش سفر رو شروع کردن ولی کم کم همه از دور و برش رفتن. فکر کنم چند وقتی باهاشون باشه. از تصور این که ناتالی با شیطنت‌های خاص خودش چه بلاهایی سر این پسر بیچاره میآورد خنده‌ام گرفت. بت میگه خیلی از آدم‌ها توی جاده ناپدید میشن. مهم اینه که ما همیشه با همدیگه باشیم و با هیچ پلیسی حرف نزنیم و حتی اجازه ندیم اونها ما رو ببینن. ولی خب بعضی وقتها نمیشه. مندی هیچ وقت اسمت رو به پلیس نگو. هیچ وقت. منم همین کار رو میکنم. ناخودآگاه با صدای بلند این جمله را گفتم و کارت جدید را هم کنار بقیه کارت ها گذاشتم. آن سال بهار زودتر رسید و اوایل ماه مارس بود که گرگ با موتورسیکلتش در جاده ها راه افتاد. مثل خیلی از مردم که موتورهایشان را زودتر از خانه بیرون آوردند، چیزی که تصادف گرگ را خیلی سر زبانها انداخت فرار کردن ماشینی بود که به گرگ زد. خیلی دنبال آن ماشین گشتند ولی هیچ وقت پیدایش نکردند. تنها چیزی که هضم این ماجرا را راحت می کرد مرگ لحظه‌ای مامان و گرگ بود که باعث شد زیاد زجر نکشند. تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که سرم را پایین بیاندازم. این دقیقاً همان کاری بود که هنگام شنیدن خبر رفتن پدر و ناتالی انجام دادم. حالا دیگر می توانستم با کارت پستال هایم تنها باشم. ولی خب قبل از این هم که تنها بودم. دیگر کاری برای انجام دادن نداشتم جز این که روزی 3-4 بار متن‌های کارت‌ها را بخوانم و یکی یکی آنها را در گوشه‌ای از اتاق بیاندازم. اوضاع مالیم خوب نبود. از پول بیمه مامان دیگر چیزی نمانده بود و باید برای خوردن چیزی تهیه می‌کردم. مدیر پیر یدک فروشی تراکتور دوستم داشت و نگران حالم بود. مدام غر می‌زد که ببین تو همیشه مورد اعتمادم بودی. من یهویی رفتنت رو هم از چشم اون مادرت می‌دیدم. دوباره به کار سابقم بازگشتم. امیدوار بودم که بتوانم به راحتی زندگیم را اداره کنم. از مامان که کمتر نبودم. او مجبور بود همیشه کار کند و ما را بزرگ کند. فکر کنم آن زمان که از من جوانتر بود همه چیز داشت رو به راه میشد. روال زندگیم به حالت قبل برگشته بود. راستش راحت‌تر هم شده بودم و می توانستم بی هیچ فشار و ترسی سراغ صندوق پستی بروم و آمدن و نیامدن کارت پستال‌های جدید را چک کنم. نامه جدید درست 1 هفته بعد از سر کار رفتن من رسید. در فاصله زمانی میان رسیدن 2 کارت آنقدر سختی کشیده بودم که انگار سالها گذشته بود. ناتالی در کالیفرنیا محبوب ترین شهرش بود. همیشه وقتی تلویزیون تصویری از آنجا نشان میداد با هیجان جیغ میکشید. تصویر کارت یک ناو جنگی بود. روی آبهای نیلگون و زیرش نوشته بود سندیگو. نامه را با این عبارت شروع کرده بود: یه چیز عجیب و غریب.
تازه به اینجا رسیده بودیم که یکی رو عینهو مامان توی جاده دیدم. انگار خودش بود مندی. یه مرتبه به هم زل زدیم و اون بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه ازم رو برگردون. مامان نبود، درسته؟ این برخوردشم که حرفی به هم نزد مثل مامان بود. راستش میدونم قاط زدم، ولی دلم شور افتاد. امیدوارم توی خونه همه چی خوب باشه. دلم برای خونه اصلاً تنگ نشده، ولی برای تو چرا؟ مثل بقیه کارت ها هیچ تاریخی نوشته نشده بود، ولی کارت دقیقاً 1 روز بعد از تاریخ دفن مامان ارسال شده بود. ناگهان خیال عجیبی در ذهنم آمد. نکند زمان در جاده‌ای که ناتالی در آن می‌رود جور دیگری جریان دارد. خیال احمقانه‌ای بود و باعث شد نگران حال خودم شوم. وقتی خود را با آدم‌های دیگر مقایسه می‌کردم، بیشتر به این نتیجه می‌رسیدم که خل شدم. هر کسی جای من در یک خانه خالی بود دست به کارهای خاص می‌زد. مثلا صبحها مشروب می‌خورد، خانه اش را پر از گربه هایی می کرد که از سر و کولش بالا و پایین بروند و بوی گند شاش گربه بدهد، یا در بهترین حالت یک مسیحی معتقد می شد و خودش را زجر می داد. با اینکه در ذات تمام این کارها هم نوعی دیوانگی وجود داشت، کارهای من خیلی جنون‌آمیزتر بودند. کارم این شده بود که فقط کارت پستال ها را بخوانم و روی فرش بریزم. پا که روی فرش می‌گذاشتم، زیر پایم فقط آنها را حس می‌کردم. شیفت شب فروشگاه بودم. حدود 5 دقیقه به 8 بود که سر و کله کیت پیدا شد. یک بسته غذای سگ برداشته بود و بدون آنکه آن را زمین بگذارد سمت صندوق نزدیک من آمد. او را نگاه نکردم تا متوجه نشود او را شناختم. از اینکه تا این حد خوب نقش بازی می‌کردم متعجب شده بودم. موهای مشکیش داشت جوگندمی میشد و بسیار پیرتر از زمانی به نظر می رسید که با ناتالی از شهر بیرون رفته بود. با اینکه هنوز 1 سال هم نشده بود، چرا اینقدر گذر زمان با من شوخیش گرفته بود؟ وقتی پول را پرداخت، در حالتی که داشتم رسید را به او می دادم، گفتم کاری که با ناتالی کردی آخر نامردی بود. این جمله را با آرامترین لحنی که ممکن بود ادا کردم. اصلا دوست نداشتم همکارانم فکر کنند من هم اخلاقی گند مثل اخلاق مادرم دارم. با شنیدن جمله‌ام رسید از دستش افتاد و در حالی که غذای سگ را جا گذاشت با سرعت فرار کرد. بقیه آن شب تمام نگرانیم این شده بود که نکند طول سگ کوچولوی خواهرم گرسنه مانده باشد. اصلا دوست نداشتم اینجوری شود. کیت صبح روز بعد، درست زمانی که من نبودم، برگشته بود و غذای سگ را برده بود. وقتی خبر آمدنش را شنیدم، از دیدن دوباره او ناامید شدم. اما او درست 1 هفته بعد و در همان روز و ساعت برگشت و یکی از شکلات‌های کاراملی را که معمولاً نزدیک صندوق جای پول خرد می‌گذاشتیم برداشت تا شاید بهانه‌ای برای معذرت خواهی و روبرو شدن با من پیدا کرده باشد. من اون کار رو نکردم. این را گفت و $5 کف دستم گذاشت. کار کسی بود که به همون مواد فروخت. اسمش رو یادم نیست. میفهمیدم دارد پشت سر هم کلماتی را ادا می کند، ولی گوشهایم نمی شنیدند. فقط حرکات عجیب سرش توجهم را به خودشان جلب کرده بودند. گفتم اما تو اون رو ول کردی. نباید اونجا با اون وضع رهاش می کردی. حرکات سرش شدیدتر شدند، طوری که موهای لختش رو شانه‌اش افتادند. مندی، دیگه کاری نمونده بود که بتونم براش انجام بدم. چی کار میتونستم بکنم؟ منم مثل بقیه، فقط میتونم بگم متاسفم. چی کار میتونستم بکنم؟ دیگه راهی نمونده بود. تکرار جملات شبیه به هم از طرف او آنقدر مرا به هم ریخت که با عصبانیت شکلات را میان دستانش فشار دادم. جوری به شکلات نگاه کرد که انگار بار اولی بود که آن را میدید. ناگهان رفت.
ساعت 9 شب به پارکینگ رفتم. کاغذ تکه تکه شده شکلات را زیر برف پاک کن ماشینم گذاشته بود. آن را درون سطل آشغال انداختم. از شما چه پنهان؟ اول می‌خواستم آن را به خانه ببرم و برای همیشه لای همان کتابی نگهش دارم که بقیه چیزها را گذاشته بودم. اما حسم دقیقاً شبیه حسی بود که مامان به کارت‌های ناتالی داشت. این کاغذ تنها یک آشغال بود. نیمه مجنون وجودم در انتظار بود تا در کارت پستال‌های جدید ناتالی باز هم از برخی اتفاقات خبر داشته باشد. ولی خب اینجور نبود. او در سان فرانسیسکو بود. عکس روی کارت تصویر دو مرد بود با کلاه کابویی و عینک آفتابی که پیراهن به تن نداشتند. جمله‌ای بی‌ادبانه زیر آن نوشته شده بود. اگر مادر بود حتما باید از او پنهانش می‌کردم. برای آلخاندرو یک کلاه عینه‌هو اونی که توی عکس می‌بینی گرفتم، چون اونم اهل تگزاسه. راستش رو بخوای از یه مغازه بلند کردم، نخریدمش. می‌بینی؟ همون ناتالی قدیمی خودتم. اون به بت گفت بذار پالتوت رو تنم کنم، ولی خب اجازه نداد. مندی خیلی سان فرانسیسکو رو دوست دارم. کاش میشد همینجا بمونیم. تنها اتفاق بد این روزهامون غیب شدن یهویی تمی بود. همین چند روز پیش ناپدید شد. شاید اونم اسمش رو به پلیس گفته. به هر حال بت از این موضوع خیلی پکره و میگه باید راهمون رو ادامه بدیم. میگه بریم به سمت شمال. راستش دلیلش رو نمیدونم. اگه به من باشه میگم طرفهای سیاتل بریم بهتره. نمیفهمیدم که چرا بعضی چیزهای نامه برایم آشنا بودند. البته نه آنقدر آشنا که در تلویزیون دیده یا در روزنامه ها خوانده باشم. شاید تیتر روزنامه‌ای بوده که وقتی از کنارش رد شدم به چشمم خورده، یا از رادیو ماشین در حالی شنیدم که شیشه پایین بوده، یا اصلاً در لابلای پچ‌پچ‌های زنهای ایستاده در صف‌های خرید به گوشم خورده باشد. زنان پیری که کارشان این است که وقتی برای خرید از خانه بیرون می آیند ناراحت کننده ترین و بهتر بگویم خشن ترین ماجراهای جنایی را که شنیده اند برای هم تعریف کنند. با خود کلنجار رفتم و باز هم موضوع را به قسمت‌های مجنون وجودم نسبت دادم. اما دیگر نمی توانستم صبر کنم. به کتابخانه رفتم و به روزنامه دوشنبه 2 هفته پیش نگاهی انداختم. قبل از اینکه به دنیا بیایم، جسد تمی جردن را در مزرعه‌ای نزدیک جنگل‌های هانیوی پیدا کرده بودند و در تمام سالهایی که نامی از او نمی‌دانستند، اسمش را در پرونده‌اش هانی 2 ثبت کرده بودند. این خبر در همان سالها به عنوان یک پرونده حل نشده جنایی در روزنامه‌های محلی آمده بود. دقیقاً تا 2 هفته پیش که جسد هویت اصلی خود را یافته بود. خانمی در حال تماشای سریال رازهای حل نشده تصویر بازسازی شده کامپیوتری هانی 2 را می‌بیند و با دیدن دندانها و تیشرت محبوب دخترخالی گم شده‌اش به پلیس تلفن می‌کند. تیتر روزنامه‌ای که می‌خواندم این بود: حالا دیگر اسم واقعیش را می‌دانیم. دختر را نبش قبر کردند و باقی مانده جسدش را در نزدیکی محل زندگی خانواده‌اش به خاک سپردند، ولی این بار زیر یک سنگ قبر که نام واقعیش بر آن حک شده بود. سوالی باز هم احمقانه در آن لحظه ذهن مرا کاملا به هم ریخت. آیا در آن لحظه کسی از او پرسیده که دوست دارد به شهر خود بازگردد یا خیر؟ روی صندلی کتابخانه ولو شدم و تکان نخوردم. دوست نداشتم دوباره در خانه تنها بمانم. تا زمان اجازه میداد آنجا ماندم و وقتی به خانه رسیدم مستقیم سراغ پشت در اتاق و عکس‌های تپه‌های خرس خوابیده رفتم. اون پسره عوضی خواهرم رو ول کرده میون این درخت‌های کاج بلند و رفته، ولی خب ناتالی هم بلده چطور راهش رو پیدا کنه.
اون هنوز من رو دوست داره و دلش برام تنگ میشه و برام کارت میفرسته. از اون روز به بعد دیگر هیچ وقت فرصت استراحت و خوابیدن به خود ندادم. یا مدام زیر دوش آب گریه میکردم یا یادم میرفت غذا بخورم. بزرگترین تغییر عادتم در این روزها این بود که چراغ‌های خانه را روشن نکنم. احتیاجی هم نداشتم. جای همه وسایل خانه را میدانستم و کسی هم غیر از من در خانه نبود که بخواهم او را ببینم. از سوی دیگر روزها طولانی بودند و روشنایی خورشید کمک حال میشد. ترس از این که دیگر ناتالی برای من کارتی نفرستد تمام وجودم را فرا گرفته بود. قصه من و کارت‌های ناتالی دیگر داشت شبیه داستان‌های جن و پری میشد. نیمه مجنونم بدجوری داشت وجودم را تسخیر میکرد. 1 هفته طول کشید تا کارت بعدی ناتالی رسید. این بار کارت از محلی به نام جنگل کلامس ارسال شده بود، با تصویری از یک دریاچه که قله‌ای پربرف در پشت آن خودنمایی میکرد. مندی، چیز جدیدی اتفاق افتاده؟ به گروهی از زنها برخوردیم که بیشترشون جوون هستن. البته توشون بچه و یه تعدادی مرد هم هست. یک سریشون بت رو میشناختن و رفتارشون جوری بود که انگار منتظر رسیدنش بودن. اون من و آلخاندرو رو بهشون معرفی کرد. یه جور عجیبی خوشحال بودن، انگار که داریم به یه کارنوال یا جشنواره میریم. یه زن سرخپوستی قاطی اونهاست به نام آنا که به نظر میاد سرپرستشونه و راهنماییشون میکنه. باورت نمیشه اگه بگم خیلی شبیه توه. اونقدر سریع به سمت شمال در حال حرکتیم که وقت نکردم کارت رو برات پست کنم. دارم با خودم کلنجار میرم تا بفهمم وسط چه ماجرایی هستم و اینجا چه خبره. اگه خودم فهمیدم حتما در موردش برات مینویسم، ولی دلم گواهی میده اتفاقهای خوبی داره میفته. دلم برات تنگ شده مندی کوچولو. سر کار میرفتم، ولی همه تا من را میدیدند اولین سوالشان این بود: تو اصلا استراحت هم میکنی؟ آنها فهمیده بودند که من یک جورهای عجیب و غریب شدم. تلفن خانه که زنگ میخورد جواب نمیدادم. قبلا اصلا اهل قهوه خوردن نبودم، ولی چون نیاز داشتم تا مغازه پیاده روی کنم برای انرژی گرفتن، نوشیدن زیاد قهوه نیز تبدیل به یکی از عاداتم شده بود. سیگار کشیدن را هم به عادتهای جدیدم اضافه کنید. با همکارانم از مغازه بیرون می رفتیم و سیگار می کشیدیم. تنها چیزی که باعث اذیتم می شد عادت مسخره گپ زدن در این مواقع بود. دوست نداشتم در مورد هیچ چیزی جز ناتالی بشنوم یا این که حرفی بزنم. تنها موردی که برایم مهم بود دیدن کارت پستال‌های بعدی ناتالی بود. این بار درست به موقع رسید. از سیاتل ارسال شده بود، با پس زمینه خاکستری رنگ همراه با تصویر چند اسب که تعدادی آدم کلاه به سر دور و برشان بودند. اطراف آنها را ساختمان‌هایی بظاهر اداری احاطه کرده بودند. تمام فضای سفید و قابل نوشتن کارت از آسمان میان ساختمان‌ها گرفته تا زمینه خاکستری رنگ خیابان از بالا تا پایین با دستخط ناتالی فشرده و در هم پر شده بود، طوری که از گوشه‌ای از کارت تا گوشه دیگرش کلمات در همدیگر موج می زدن. از این لحاظ با عجیبترین کارت او مواجه شده بودم. تنها جاهایی که از کلمات او در امان مانده بودند قسمت‌ها، آدرس‌ها و مربع کوچک تمبر بود. سعی کردم با دقت بسیاری برچسب بارکد پستی را جدا کنم تا کلمه ای را از دست ندهم. داریم به سمت قله میریم. ما زیادیم. اونقدر که دیگه هیچ کسی نمیتونه ما رو نبینه. دخترهای سرخپوست ونکووری خودشون اندازه یه ارتشن. کلی هم از کالیفرنیا، اوهایو و میشیگان اومدن. ما از همه جا دور هم جمع شدیم. از همه ایالتها،
اگه تنها باشیم هیچ کس ما رو نمیبینه. یه گوشه‌ای توی این کشور درندشت با چند تا قرص یا با اسلحه یه مرد عوضی توی یه ماشین ترتیبمون رو میده. اما حالا که با همیم دیگه از این چیزها خبری نیست. بزرگتر میشیم. من دیگه اون ناتالی تنها نیستم. خوشحالم میتونم این رو بهت اعتراف کنم که هر بلایی سرم اومده و هر اتفاقی که افتاده تقصیر خودم بوده. اصلا دوست ندارم دور خودت بی خودی بچرخی و دنبال مقصر بگردی. حالا دیگه با اطمینان بهت میگم داریم به بالای قله میریم. وقتی برگردیم پایین جوری شدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه نادیدمون بگیره و بعد از اون توی امنیتیم. کاش یه راهی وجود داشت که تو هم اینجا باشی، درست همینجا، زیر همین آسمون. حالا که نیستی من باید پیشت برگردم. دوستت دارم و دلتنگتم. این کارت را هم میان کتاب زنان کوچک کنار بقیه کارت ها گذاشتم. داشتن زنگ خانه را می زدند. نیم ساعت دیگر می رسیدند. اشک ریختنهایم تمام شده بود و در را برایشان باز می کردم. انگار پلیس دم در ایستاده بود. با دیدن آنها تنها یک جمله یادم آمد. مندی کوچولو، هیچ وقت اسمت رو به پلیس نگو. و من هم نگفتم. چراغ‌ها را روشن کردم تا فکر نکنند آدم عجیبی هستم. یکی از آنها انگشتر ناتالی را که با لاک پشت تزیین شده بود نشانم داد و در مورد او از من پرسید. گفتم خواهر من حالش خوبه؟ من ازش کلی کارت پستال دارم.